آمد میگم بهتون که وقت گذاشتید دورمی بزرگه و حقیقتا انشاءالله سراسر کشور از این دورمی‌ها خیلی داریم. توی کانالمون هستیم، گروه هستیم و می‌بینید که ما داریم چه فعالیتی انجام میدیم. این ارز سازمانی رو به عنوان ایوسیکوین که ارز تیمی خودمون و یک ارزیه که خودمون کارشیم و خودمون رو رشد میدیم. هر چقدر قیمتش بره بالا خودمون اینجا دینرکنیم. مالک سیستم آقای امیر دولت‌بهی از افغانستان هستن و ما 3 سال و نیمه با ایشون فعالیت میکنیم. فردی کاملا قابل اعتماد و هدفمند و پرتلاش شوالیدش رو گذاشته برای این سیستم و ما هم از صفر شروع کردیم با ایشون، ارز رو آوردیم بالا و تا الان که 27 ماه داریم فعالیت میکنیم خدا رو شکر تونستیم توی 212 تا کشور جهان وارد بشیم و بیش از 120,000 کاربر فعال و تقریبانی داشته باشیم. ما هدفمون از این دورهمی‌هایی که با همدیگه آشنا بشیم، همدیگه رو ببینیم، درآمدهای همدیگه رو ببینیم، از اطلاعات همدیگه بهره ببریم. حالا من اکثرا هر کسی که توی ایوسیکوین هست رو توی کانال دعوت کردم و اعضای تیمم گفتم که حتما وارد کانال و گروه بکنید این افراد رو که هرچی ما آموزش می‌ذاریم، هرچی داخل گروه ما سوالی پرسیده میشه و نیاز به جوابه، ما اونا رو توی کانال جوابش رو می‌ذاریم که شما هم اون پاسخ سوال‌های توی ذهنتون یا همون ابجکشن‌های ذهنتون که اجازه نمیده اون قدم اول رو بردارید و اون هرچی که توی جامعه نتورک افتاده از زمان کورپوریس به این ور که حالا یه عده اومدن از اسم و رسم نتورک و بازاریابی شبکه‌ای سوء استفاده کردن و پولشون رو برداشتن، پول مردم رو برداشتن و بردن. ما نمی‌گیم همه عین هم 5 تا انگشت با هم یک اندازه نیست. کورپوریس اومد از باور مردم استفاده کرد، از اسم و رسم بازاریابی شبکه‌ای و نتورک و اون قانونش و اون شکل هرمش استفاده کرد و خیلی ها رو ناامید کرد نسبت به نتورک چون پولشون رو در نهایت برد. ما هم خودمون تو چندین سیستم در گذشته بودیم، چه سایت‌های شرکت‌های محصول محور، خدمات محور، چه سایت‌های پانزی که با علم به اینکه پانزی هست رفتیم داخلش چون سود خوبی میدادن اما تهش دیدیم اونا از ما زرنگ‌ترن و زودتر از ما جمع می‌کنن میرن 15 روز 20 روز یک ماه ما هنوز پولمون رو 20% رو نگرفتیم بعد جمع می‌کردن میرن. خب این یک عیبه توی نتورک اگر بخواد همینجوری ادامه پیدا کنه. ما با پیشنهاد آقای دولت‌بهی که با هم یک همتیمی بودیم، 1 سال و خورده‌ای بود با هم کار می‌کردیم، قرار شد که ما که تیم بازاریابی این سیستم هستیم و ایشون هم که ارز دیجیتال رو بلد و استاد ارز دیجیتال هست، یک ارزی سازمانی بیاریم به نام AFG کوین که مخفف افغانستانه و آقای دولت‌بهی با ارق به کشورش اسم این ارز رو گذاشت AFG و کوینش هم که آخرشه به خاطر اینه که ما یک سیستم تمام عیار داریم بالا میاریم، یک کمپانی بزرگ که همین الانش هم میگم 120,000 کاربر داره، 212 تا کشور جهان رو رفتیم و هنوز خیلی جا داریم تا اسم و رسممون بره بالاتر و مجوزهای بیشتری بگیریم. ما تازه صرافیمون رو آوردیم، وحدت غیر متمرکزمون رو که مثل وحدت بایننسه و خیلی میتونه اعتبار ایوسیکوین رو تو جامعه ارز دیجیتال تو دنیای کریپتو بالا ببره. تونستیم اینا رو بیاریم بالا، به تعهداتمون عمل بکنیم و خدا رو شکر تا حالا هیچ شاکی نداشته تو این 27 ماه ما هیچ سیستمی ندیدیم که بریم همین خود من بیشتر از 1 سال 1 سال و نیم کار بکنه. اما ما چون سیستم مال خودمونه، خودمون قانونیشو داریم میاریم و بچه‌هامون رو داریم آموزش میدیم، اعضای تیم رو داریم آموزش میدیم که خودشون رو سهامدار این سیستم بدونن، تونستیم یک راه خوب و موفقی رو تا الان طی کنیم و روز به روز هم خدا رو شکر دارن افرادی به ما اضافه میشن، چهره‌های جدید دارن اضافه میشن و اونا میشن بازوهای پرقدرت ایوسیکوین توی نتورک و توی الان اینجا توی این جمع دوستانی هستن مثل آقای زیایی. آقای زیایی رو بگیدیم مثل آقا مجتبی رضایی. آقای زیایی الان درآمدشون اگه اشتباه نکنم 2.5 میلیارد به بالا میشه. بله 2 میلیارد 700 میلیون درصد. ماشاءالله دست نداره کنید. آقا مجتبی رضایی هستن. شما درآمد چقدر؟
خب نزدیک 1 میلیارد تومان آموزش شده. حالا یک سیستمی آوردیم که اینجا نیازی نیست حتما به کسی معرفی بکنید. اینجا یه سیستمیه که به دلخواه اگر خواستی میتونی به کسی معرفی کنی، اگر نخواستی میتونی با همون سرمایه خودت چه کم چه زیاد بیای و درصد سودی که سیستم به قرار کرده و 18% میده رو دریافت کنی. سیستم بهت داره میده، اینا البته توضیحاتی هست که توی کانال من عمل گذاشتم، ولی اینجا یک خلاصه وار دارم براتون توضیح میدم. یا کنید اینجا هر مقدار شما ارز خرید بکنید در مدت 1 سال و نیم 3 برابر اون مقدار ارز رو دریافت میکنید. هر مقدار ارز سرمایه گذاری بکنید به پولش کار ندارم. هر مقدار پولی که دارید ارز خرید سیستم 3 برابرش رو توی 1 سال و نیم یعنی 18 ماه به شما برمیگردونه. از کجا برمیگردونه؟ از اون 1 میلیارد واحد ارزی که برای ارائه به دیگران آوردید و ارزشش شده، اینجا رو محاسبه میکنه، میگه مثلا فلانی 18 میلیون تومان بشه، ما اینقدر ارز که مقدارش مثلا الان 883 تومان به شما میدیم، شما میخواید رو بردار میخواید سرمایه گذاری کنید. اگر برداشتی که خب فروختی و ارز دیگه وجود نداره، اون مقدار ارز و هر چقدر قیمت این ارز بالا بده، شما از اون مقداری که فروختی بی بهره ای. مثل اینی که مثلا طلا بخرید، همین قیمتش رو برابر نشده، 20%، 30%، 50% روش اومده بری بفروشی. خب دیگه تو اون متوسط فروختی وای نستادی مثل ما که 30 برابر 40 برابر شدن قیمت این ارز رو ببینیم. ما توی 2 سال با 3 برابری شدن سرمایه‌مون، با افزایش 3.5 برابری قیمت دلار که بیش از 3.5 برابر و افزایش 4 برابری قیمت خود این بیت کوین، تونستیم یکی که حدود 40 برابر سرمایه‌مون رو برداشت کنیم بگیریم از سیستم. و خب سیستم خوبی آوردیم، اصلا آوردیم که مردم ضعیف جامعه دست از کارگری بکشن، حداقل اون تعدادی که ما رو باور میکنن. من انتظار ندارم امروز دارم اینجا صحبت میکنم همه این افرادی که حالا که اینجا هستن ثبت نام کردن یا نکردن همه بیان توی شغل من باید به این باور باشم که نتورک هم یک شغل. همینجوری که من قبلا گشتکار بودم، به دوستانم میگفتم بیان مثلا بیان تو کار گشتکاری، نمی اومدن اونا. خب قرار نیست همه بیان تو کار گشتکاری من. اینجا نتورک هم یک شغله، قرار نیست همه بیان تو این کار. وگرنه اگه همه بیان مثل آقای زیایی، مثل آقای رضایی، مثل آقای عابدی و خیلی از دوستان دیگه، آقای محمدی هم ماشاءالله جدیداً اینا تحصیل میگن بهشون چطور موفق باشن. اگه قرار باشه همه رو ما بگیم و به ما یه بله خوشگل بگن و بیان توی این کار، باور کنید این نونوا هم میاد درآمد 1 میلیاردی رو اینجا تجربه میکنه و دیگه نمیده توی آتیش جلوی آتیش. صدا میاد؟ آره با صدا بید، صدای خودت قشنگ کرد. دست آدم هم قشنگ. پس اگر همه مردم بیان توی این کار، اصلا نظم و اقتصاد جامعه اصلا میپاشه. یه چیز